از عبدالله فرزند عباس خداوند از آنها راضی باشد پرسیدند که مردم میگویند پیامبر خدا درود بر او فرمودند روز جمعه غسل کنید و سرهای خود را بشویید اگرچه در حالت جنابت هم نباشید و از موادهای خوشبوی دهنده استفاده نمایید. عبدالله فرزند عباس خداوند از آنها راضی باشد در جواب فرمودند در مورد دستور به غسل نماز جمعه بله شنیدم، ولی در مورد استفاده از مواد خوشبوی دهنده آن را به خاطر ندارم. حدیث بخاری کتاب نماز جمعه استعمال روغن خوشبوی دهنده باب 4.